سوال ازت بپرسم. ارزش پول ما سوال بیشتر ازت بپرسم. الان میگی بنزین بشه 30 تومن دیگه، درسته؟ الان قیمت تمام شده است که 47 تومن. خب 47 تومن. بخوای الان 47 تومن بنزین به ماشین من بزنی که ایران خودرو گندش زد در 16 بسوزونه. اوکی. پس فردا دوباره دلار گرون میشه. درسته؟ آقای ترامپ رای میاره دلار میشه 100 تومن. خب دوباره بنزینت ارزونه دیگه. خب حالا من به شما میگم چیکار کنید. دوباره میخوای گرون کنی. حالا من عرض می‌کنم خدمت شما. چند بار تا حالا این بلا رو سر آقا اجازه بده من. ما ماهی 100 دلار 100 میلیارد دلار یعنی چقدر یاران پنهان سوخت ما قیمت ارزشش؟ یعنی اگه دلار بگیریم 50,000 تومان یعنی 5 میلیون میلیارد تومان. اگه هزینه ساخت یه خونه 100 متری رو بگیریم 1 میلیارد تومان یعنی متر 10 میلیون تومان، ما سالانه پول 5 میلیون خونه 100 متری رو داریم می‌ریزیم تو باک بنزین ماشینا. به من بگو الان دفعه بعد دلار گرون شد با این بنزینی که دوباره ارزون شده میخواد چیکار کنی با من؟ من میگم دلار ارزون‌تر خواهد شد. آره چند بار از این وعده عرض میکنم دارم میگم چرا دلیل دارم. تاریخ پس از انقلاب دلیل دارم برای شما. دلیل دارم برای شما. چرا کی ارزون شده؟ چی؟ الان تا حالا دلار تاریخ پس از انقلاب، اصلا تاریخ پس و قبل انقلاب آقا من برای شما